هدف ما رشد ایرانه، ولی نمیشه که از مالیات فرار نکرد. ما مثل خانواده پشت همیم. اینطوری بیشتر میشه ازشون کار کشید. به کارمندان میگم من رئیستون نیستم، من رفیقتونم. الو هم پاشو بیا من ماساژ بده، امروز خیلی کار داریم. هر درخواست یا انتقادی دارید بچه‌ها حتما بنویسید و بندازید تو این صندوق. انتقاد بود آشغال فرقی نداره. تفریح بچه‌ها خیلی مهمه. یه بلیت استخر بخرید بین همه قرعه کشی کنید. برای ما از فروش مهمتر رضایت مردمه. ناراضیان بابا، غلط کردن بگو برن شکایت کنن. پول کسی رو بس ندیا. اون برای آموزش و رشد بچه‌ها خیلی هزینه می‌کنه. الان رایان فتوشاپ و رایگان یاد میده. گفتم ببینن. زحمت کشیدیم. پیجش هم تگ کردم. ساعت کاریتون زیاد نیست. از 7 صبح تا 3 شب. یعنی میتونید 5 ساعت بخوابید. حتی متکام داریم. پول نداریم 2 نفر یکی بیمه کنید بچه‌ها رو. راست حسین و حقوقشو 2 برابر کنید. پسر خاله زنمه. کسی آشنا نداره تو بانک برای وام؟ من دارم. ای جان الان حقوقا رو نمیتونیم بدیم. این همه فروش داشتین که. خب من بنز خریدم برای پسرم دیگه. پسر دوست داره. فرهنگ سازمانی ما بالاست. ادب حرف اول. کجا میری بی شرف دارم. وامو چیکار کنیم؟ وام توپو دولتی. وام دوست دارم.